سلام به یک شما دوستای نازنینم، امیدوارم هر کجایی که هستین تن سالم و لبخندان داشته باشین. عیدتان تبریک باشه و همچنان یک عید خوب خوش را داشته باشین. روزه و نمازتان به درگاه حق قبول باشه و همچنان از دعای خیرتان هیچ وقت ما رو فراموش نکنین. خود دوستای نازنینم چه خوب است که حال عیدام شده و همینطور ببینین از خیلی دستم معلوم میشه که عید شده دیگه. خب ما امروز میخوایم تا یک جای را برم. البته اول باید اتاق اینجا رو منظم میکردم که چیز کم منظم شده دیگه. باز حالیام باید تیار شوم، لباسای ما اتو بزنم. در اینجا دیگه ملک غربت هستم، مسافری. فقط یک از دوستای ما اینجا نزدیک است که میخوایم لباسای ما پشت خانه اونا برم و شما ببیننده باشین که خانه کی میرم. باز آرایش کنم تا لباسای ما انتخاب کنم. خب البته لباس ایدی همو جوری ما که نو گرفتیم باید اول امو رو پوشم و دیگه خب برم تیار شوم. بازم شما در ادامه ویدیو همراه ما باشین که یعنی قرار است کجا برم چی کارا کنم. بازم شما دوستای دیگه ما ببینین که باز کجا میرم. خود عدس دادین که کی است، مگر یک بار پیشان برم همینطور که دینا اونا پیش ما آمده بودن. امروز نوبت ماست که ما پیش از اونا بریم. پس فعلا بابای، بیاین همراه ما. دوستای نازنین، قسمی که میبینین نه این چاپی های ما انتخاب کردیم برام و همچنان این لباس ما باید برام انتخاب کردیم و حالی هم باید چوری های ما براتون نشان بدم که شنگست شما شنین. این چوری های من که در دستایم تلان است. خب این چوری هایم کمرنگ کار کالای می باشه و همچنان هم گوشوار هایم که باید بپوشم و این هم کیف سامان آرایش هم که همراهش باید خود آرایش کنم دیگه. البته روازمایک در داخلش است و این هم خودم برم ببینیم که کالا چقدر در جانم نمود میته برام خوب میگه یعنی. و فعلا بازم در ادامه ویدیو باشین تا اینکه نگاروی تکمیل ما ببینین و من برم آرایش کنم. البته فرق نمیکنه دوستا که آدم با آرایش باشه یا به آرایش، مگر بازم در دختر آرایش خیلی مهم است. خب فعلا دیگه بازم در ادامه ویدیو باشین. بای بای دوستا. ما میخواستم برم تیار شم مگر یک چیز دیگه یادم اومد. گفتم پیش از اینکه تیار شم یک چند کلمه گپ همراهتون داشته باشم. بس دوستا ویدیوهای ما را که میبینین، البته ما زیادتر فعالیت شروع نکرده بودم در چینل یوتیوب، مگر بعد از این انشالله حتما شروع میکنم و کوشش میکنم که ویدیوهای خوب را براتون بگیرم. و در قسمت کامنت شما همیشه وقت مثلا نظر را که دارین نوشته کنین. کامنت به خاطر نظر دادن تان است. البته نظرهای مثبت باشه دیگه. خب ما نظرهای مثبت منفی تان میگیرم به خاطر که منطقی و غیر منطقی میکنم. هر کدومش که منطقی بود اما کارم میکنم حتما. و دیگه شما در قسمت کامنت حتما نوشته کنین که چه قسم برنامه ها را میخواین و ما حالا برم که آرایش کنم دیگه. تیار شوم یا چهره بدون آرایشم تا ما میرم آرایش میکنم و تیار میشم. شما دیگه چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین و همچنان لایک کامنت هایتان فراموشتان نشه. زیاد دوستان دارم و نگفتن امانه که این سخنهای شماست که مرا میسازه و همچنان من کوشش میکنم که یک انسان بهتر باشم. عاشق نشوید که عاشقان بدبخت است، گاهی ببینی گاهی نبینی سخت است. اما به دیدار خوب هستین سیاتنا؟ ما یک کلان آمدیم خانه تا البته ما صبح میخواستم بیایم. ما چون چی رقم شد نشد دیگه. نه تقریبا ساعت 9 بجه شده که حالا خواستم بیایم. البته خب ما همه وقت هم قبول داریم. چه مخصوصی نیلوفر بغیر چیپس دیگه چیزی نمیخوره. تشکر یک جان، تشکر. چقدر زحمت زیاد کشیدین. خواهش میکنم. نه تو دقیقاً چیز خوبتر میخورده که اوزمان زحمت میشدیم. تشکر یک جان. آسان‌ترین و زودترین چیز دیگه. امی هم یک چیز بسیار زیاد است. صبح ما میخواستم تیار شوم بیایم خانه اینا که آلی هم خوشبختانه دیگه اینا کم درنگ ما رسید دیگه. آشپزی بیادرم. کچالو، چیز کچالو. چقدر خوشی نیست. خود مقبول دیدیم. ما چون مثلا صبح ما گفتم
سرکندشون خوب آرایش کنم باز بیاییم نشد دوستا واجد که میگفتم یکم دیگه در روی خود یکم سفتنم و بازم اموت شد مگر یکم کار داشتیم در خانه میوان اومد من اینو صبح که از هوا خیستم کارا جمع کردم گفتم زودتر بیاییم خانه تا خب مقصد نشد دیگه خب خیر است مشکل نیه آیا ما این شهر دنان برا باشتیم وقتی از اینکه من بر از نگفته بودم خانه تا میاییم دیگه باز میوان آمدش نشد که بیاییم ما زنده خاطر پشرم گفتم نه از خاطر از تو به خاطر که این دوستا نلوفر کستن قابلی نمخوره گوشت نمخوره دیگه این چیز نمخوره این چیز فقط چیپس مون دزه یک میشه چیپس بخوره تشکر یک جان سایت آقاب مکنم من ما خسته دارد این که نیلو را ساده مشکل اونا متعجب شد مقبول شد چرا؟ چیز کرده دیگه راستی؟ این کالای من چالر نکم لخشم دو کس نمی لخش از سرم دیگه میبینیم دوستا که چی میشه چی نمیشه و آیا داشتون خانه دفته مستقیم داشت بس خانه آمده من مستقیم دروازه را باز کردم و آمدم داشت بس خانه دیگه ایش خانه نرفته میمون باشه دیگه قسمی نه پیمم چشم سفید داشت بس خانه باید دی جایی دیگه نه دفته ایشکا سرسون نیده مستقیم آمده خیلی بیا بریم بالا یک چکر باز میبینیم به نهایت هستیم یام بود ویدیویی امروز من امیدوارم که مایل دلتان قرار گرفته باشه تا ویدیوی بعدی شما رو به لایک پاک میسپارم فعلا بای بای.